نظرداشت افزایش یافتن شماره گرفتاران بیماری سرایتی کرونا و التهاب شدید شش به حالت امروزه 174 نفر در قید بیمارخانه مرکزی شهر خوروغ موجود هستند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با ریاست تندرستی ولایت فعالیت را پرزور نموده چاره‌های تأخیرناپذیر را در این سمت اندیشیده عملی نموده ایستادند. در این راستا امروز 9 نفر شفا یافته از بیمارخانه ولایتی به خانوایشان رخصت کرده شدند که طبق اطلاع مسئولین تا به امروز 42 نفر معالجه یافتند و به نزد خویش و پیوندانشان جواب داده شدند. به خاطر پیشگیری از بیماری و دست مدد رساندن به بیماران و نیازمندان محله‌های شهر خوروغ اقدام شایسته را پیش گرفته روز بیماران را با غذای گرم و کمک یک وقته تامین می‌نمایند. نوابسته از آن که در جمهوری تاجیکستان و من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان این بیماری به قید گرفته شده است، لیکن خلال سفیدان کسلخانه ولایتی بهر پیشگیری آن از تمام امکانیت‌ها کار گرفته مریضان را سری وقت از بیماری نجات می‌بخشند. خوشبختانه در این روند تا هنوز حالت فوت به قید گرفته نشده است. تنها یک نفر از بیماری سکته دل در بیمارخانه چشم از عالم پیشید. بیمارخانه ولایتی طی سال‌های صاحب استقلالی با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین بوده. طبیبان سبکدست و صاحب تجربه در خدمت ساکنان مرکزی ولایت شهر خوروغ قرار دارند. با حالت امروزه در بیمارخانه ولایتی شهر خوروغ زیاده از 174 مریض بستری کرده شدند و شما شاهد او بودید که در مدت از 4 ماه تا امروز ما زیاده از 42 نفرش طبابت و شفا یافتند جواب دادیم. وضع امروزه بیمارخانه ولایتی معتدل است و حکومت جمهوری تاجیکستان به مقصد بهتر نمودن وضع امروزه بیمارخانه ولایتی هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از طرف شریکان رشد و هم از طرف دیگر سخاوتمندان به بیمارخانه ولایتی بسیار اردم کلان رسیده ایستادند. شخصا من از امکانات استفاده بردم و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان رحمت بی‌پایان خود را میرسانم هم از نام خود هم از نام همه طبیبان ولایت مختار کوهستان بدخشان که وای در مجلس محدود نزد رئیس ولایت مراجعت نمود به جماعت شهر خوروغ که هر روز در برای بیماران و طبیبانی که در کرانتین هستند که زیاده از 74 نفر اول در کرانتین هستند و مریضان رو طبابت کرده ایستادند. خوراک نصف روزی هر جماعت به عهده خود گرفته تیار کرده ایستادند. ملکه کاردانی طبیبان ولایت است که امروز مردم از خدمت رسانی با صفت طبی در بیمارخانه مذکور اظهار خوشنودی می نمایند. در این وضعیت حساس برای پیشگیری و سرایت‌یابی به این وبای عصر امروزها در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن کارافتادگان از تمام امکانیت‌های موجوده استفاده می‌برند تا در نبرد با این ویروس نو کووید 19 کامیاب شوند. بیمارخانه ولایتی از اما چیزای پوشاکای لباس محافظت کننده دکترها تامین هستند، همشیرهای شفقت تامین هستند، دوروری هم از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان و هم از طرف شریکان روش من در نظر دارم خزینه آخون تامین هستند و بیماران وقتی که بستری میشن داروهای اساسی برای طبابت اتحاد شدید شش دو طرفه هستند. مریضانی که امروز از بیمارخانه جواب داده شدند در نوبت خود اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ساکنان سخاوت پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان عرضه می نمایند که در این روزهای سخت و سنگینی به سر مردم آمده آنها را دستگیری نمودند و طبابت رایگان رسانیدند. این عمل نیک طبیبان که بر ضد این بیماری به طور شبانه روزی در مؤسسه های ساحه تندرستی کشور کار میبرند باعث افتخار بزرگ می باشد. روز است که در بیمارخانه ولایتی از بیماری شدید التهاب شش از طرف دکتران بیمارخانه طبابت یافتم. من صدقاً با کمال احترام و تمام کارمندان این بیمارخانه که امروز شب را شب نگفته روز روز نگفته در خدمت مردم قهرمانانه خدمت کرده ایستادند
تشکر بی‌پایان خود را از نام اون مریضانی که امروز تبابت یافتند و اون مریضانی که امروز در بیمارستان شفا یافته ایستادند، من تشکر بی‌پایان خود را با این کل طبیبان بدخشان و تاجیکستان میرسانم. مسئولین بیمارخانه از همکاری و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت و ساکنان برومند ولایت سپاسگزار بوده ابراز داشتند که تنها متحدی و سرجمی میتواند مردم را از این بلا نجات دهد. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید در این روزهای وزنین به تهلکه نیفتاده پیوسته از توصیه طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی کار گرفته به ضروریت از خانه‌هایشان به بیرون نبرایند و مشکلات طبیبان را بازم افزون نسازند.